بینده های عزیز سلام، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. این ویدیو رو برای شما آماده کردم به خاطر از که چطور گفتین ثبت نام بکنیم. حال در این ویدیو مرحله به مرحله تمامی مراحل ما خدمت شما عملی نشان میتونم و شما میتونین که با استفاده از موبایل دست داشته ایتان خودتان در روند ویزای لاتری ثبت نام بکنین. تلفن ما به بغل مگذارم، شما ببینین براوزر کروم یا هر براوزری را که شما استفاده میکنین به موبایلتان. اینجا نوشته بکنین دیوی پروگرام یا همون دیوی هم که شما سرچ کنین میاد. غیر از دیوی لاتری بعد از دمی اول میبینین الکتریک دیوی ویزا پروگرام. وارد سایت میشین. وقتی که وارد سایت شدین اینجا در قسمت بالایش بخش ویلکمش است یا خوش آمد گویی به داخل سایت و مرحله دومش هم انتری انسترکشن است یا همون راهنمایی در مورد از که چطور ما میتونیم که معلومات پیدا بکنیم در این روند. اگر شما خواستین کلیک کنین معلومات تا اونجا دریافت بکنین. بخش سومش فوتو انسترکشن است که جزئیات از که عکسی که شما به کار میبرین دارای چی مشخصات باشه اینجا تمامش ذکر شده. یک بار کلیک میکنیم شما ببینین که در مورد عکس چی گفته که عکس شما با چی مشخصات باید گرفته شود تا ای که در این وبسایت مورد قبول قرار بگیره. اینجا نمونه های عکس وجود داره. شما میتونین که عکسی که با مشخصات که در اینجا برای شما ذکر کرده بگیرین که البته مشخصاتش 600 بر 600 است. 600 پکسل بر 600 پکسل. و شرط دومش همی است که بک‌گراند عکستان یا همون پس زمینش کاملا سفید باشه. اینجا نمونه های عکس هست. مثلا دو تا عکس اولی که از آقا و بانو است تکمار خورده، یعنی با اینی شکل اگر گرفته میشه درست است. و این سه تا عکس دیگر رو میبینین که فوتوشاپ شده و بک‌گراندش تاریک است و سایه داره و اینا قابل پذیرش یا قابل قبول نیستن. اینجا در بغل عکس سایز اند پوزیشن اگر شما کلیک کنین کل مشخصات رو بر شما نشان میده. نیاز نیست که شما حتما عکس را که میگیرین باید در عکاسخانه بگیرین. شما میتونین که با استفاده از موبایل دست داشته ایتان در بغل یک دیوار سفید استاده شوین به صورتی که عکس با کیفیت بتونین بگیرین. وقتی که عکس شما گرفتین امکانات ازی وجود داره که در خود این وبسایت زمانی که شما عکس اپلود میکنین با سایز مورد نظر خود این وبسایت او را شما چی کنین آماده بسازین. پس ما از این صفحه بیرون میشیم. آنچه که گفتم در مورد عکس شما میتونین که عکس با اونمو مشخصات بگیرین. بعد من انتری فرم موردی که شما نیاز به او دارین بگین انتری را فشار میتین. بگین انتری. وقتی که در اینجا بگین انتری را فشار دادن ای فرم برای شما باز میشه که نام ای فرم است DS5501 و این شما پرش میکنین. تاریخ انقضا یا تاریخی که دیگه قابل استفاده نیست از اعتبار ساقط است تاریخ 31/8/2025 است و گفته که ممکن است این فرم 30 دقیقه وقت شما را بر تکمیلش بگیره. شما ابتدا امی حروفی که در این بالا نوشته است این داخل این چوکات به همون شکل می نویسین. اگر حرف خرد است حرف خرد می نویسین، اگر کلان است حرف کلان. V N B A N. وقتی که شما این را نوشتین بعد از او گزینه سابمیت فشار میتین. وقتی گزینه سابمیت فشار دادن اولین شخصی را که نیاز است به عنوان
فرد اول خانواده، اول او رو ثبت میکنین که در خانواده شخص اولتون کی است. اگر کسایی که یک نفر هستن به صورت انفرادی میخوان ثبت کنن مشکل نیست، آغاز میکنن، شروع میکنن، تخلص خود نوشته میکنن، نام خود نوشته میکنن. در صورتی که میدل نیم باشه میدل نیم نوشته میکنن، در اون صورت بعداً جندر و بعداً هم تاریخ تولد. به صورت امتحانی ما یک چیزی یک نام مثلا به صورت امتحانی اینجا چی میکنم؟ ثبت نام میکنم. مثلا احمد یا احمدی میگیریم، چون اینجا گفته لاست نیم تخلصش. بعد از اون نام اولی. در قسمت نام اولی هم مثلا نوشته میکنیم ناصر احمدی. یک تعداد افراد نام وسطی می داشته باشن، یک تعداد نمی داشته باشن. اگر نام وسطی داشتین در پایین، اگر نام وسطی نداشتین که ناصر احمدی بود میتونین که به همین شکل نوشته کنین. مثلا اگر باشه که محمد ناصر احمدی، در اون صورت محمد در جای ناصر نوشته میشه، ناصر در میدل نیم نوشته میشه. و اگر میدل نیم نداریم اینجا میگن نو میدل نیم. بعد از این در قسمت جندر را انتخاب میکنین، جنسیتش که میل است. تاریخ تولد ابتدا مایش نوشته میکنین، مثلا 02. تاریخشم مثلا 21. سالشم مثلا 1986. و حال من در قسمت ازی که در کجا تولد شده، آنچه را که ای میخواید در صفحه باید با اون مشخصات شما نوشته کنین. سال کنین گفته اول نام دیستریکت، با country، با province، با state. enter birth city only. اما شهری که شما تولد شدین در کجا بوده، مثلا کابل. اگر جایی که شما تولد شدین در تذکرهتان معلوم نیست، اینجا میتونین که گزینه برت سیتی انون کلیک کنین، نیاز به نوشته کردن چیزی نداره. میایم country where you were born، کشوری که شما در اونجا تولد شدین. اینجا انتخاب میکنین افغانستان. خب در گزینه ششم کسایی که این فرم از داخل افغانستان پر میکنن که شما واجد شرایط هستین و در داخل افغانستان هستین، اینجا گزینه یس فشار میدین. و اگر کسایی در بیرون از افغانستان هستن، کشورهای دوم، کشورهای سوم، و این فرم پر میکنن، اونا میتونن که اینجا گزینه نور فشار بدن و در اینجا کشوری که اونا زندگی میکنن او کشور همچنان انتخاب بکنن. مثلا میگیریم بلژیم، از افغانستان است اما فعلا در بلژیم زندگی میکنن. و کسایی که داخل افغانستان است ایره یس میگیرن، خلاص. در قسمت گزینه هفتم که همون بخش عکس است، اینال ما و شما در اینجا میم چوز نیو فوتو، میریم یک عکس چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. در گالری میم این عکس من انتخاب کردم. میریم در قسمت میلینگ آدرس. گزینه هشتم آدرس دقیق شما را انتخاب پرسان میکنه. گزینه هشتم آدرس دقیق شما را پرسان میکنه که شما باید آدرس دقیق در اینجا نوشته کنید. اینجا در قسمت آدرس مثلا نوشته میکنین، یک چیز نوشته میکنیم به صورت امتحانی، مثلا خب در قسمت شهر کابل اکثرا سرکا و خانه ها و اینجا زیاد مشخص نیست. مثلا نوشته میکنین شهر
شهر نو، کابل، افغانستان. باز در پایین آمده خوب در اینجا اگر نمبر خانه باشه، نمبر سرک باشه نوشته میکنین به صورت کامل آدرستان، بسیار خوب است. و اگر نباشه باز به اون شکلی که خانه تان شهرت داره اول منطقه را نوشته میکنین، باز شهر، باز کشور هم میشه. در قسمت پایین نام شهرتان که در کجا هستین، در کدام ولسوالی هستین، در کدام ولایت هستین. اگر در ولسوالی هستین هم نوشته میکنین، ولایت هستین هم مثلا کابل نوشته میکنیم. دیستریک ولسوالی کابل باشه باز هم کابل میشه. پستال کود یا زیپ کود، مثلا میگین نو زیپ کود، اگر زیپ کودش نمیفهمین نیاز نیست حتما نوشته کنین. و کشور شما اینجا انتخاب میکنیم افغانستان. میایم در گزینه نوم، کشوری که شما در حال حاضر زندگی میکنین، بازم میگیریم افغانستان. نمبر تلفنتان اینجا نوشته میکنین به صورت امتحانی، مثلا 0799 420 420. البته یک نمره واقعی نیست. یا خب در نمبر تلفن مثلا نوشته میکنیم 0093 799 0000. یک نمبر به صورت مثال من اینجا زدم، شما میتونین که نمبر تلفن خود در اینجا نوشته بکنین، به همون شکل ایمیل آدرس نوشته بکنین، مثلا ناصر نقطه احمدی @gmail.com. این ایمیل شما میتونین که در پایین باز نوشته بکنین به خاطر کانفرمیشن. خب این هم بود قسمت ایمیلش. حال در قسمت تحصیلاتتان پرسان میکنه. گزینه 12 که همو آخرین مدرک تحصیلی شما که چی هست اونجا شما انتخاب میکنین. پرایمری سکول only، های سکول نو دیگری. های سکول دیگری، خب این مربوط به شما میشه که در کدام سطح هستین. مثلا ما میگیریم های سکول دیگری، یعنی گزینه سوم که شما مثلا مدرک صنف 12 داشته باشین. در گزینه سوم what is your current خب در گزینه 13 در مورد ازی که شما مجرد هستین یا عروسی کردین چی یا طلاق شده هستین، ایره هم شما انتخاب میکنین. گزینه ابتدایی مثلا unmarried یعنی عروسی نکرده، ما مثلا میگیریم همین گزینه unmarried یعنی عروسی نشده. و اگر شما عروسی شده باشین باز میتونین که این گزینه دوم نشته است که married and my spouse is not a US citizen. گزینه دوم انتخاب میکنین که عروسی شده هست و خانمش سیتیزن امریکان است. یا در پایین گزینه سوم عروسی شده هست و خانمش امریکایی است. گزینه چهارم دیورس هست، کسایی که طلاق شده باشه. به همین شکل کسایی که تنها زندگی میکنن و گپا. بیشتر کسایی که در افغانستان هست یا شامل انمرد میشه یا مرد میشه گزینه دوم، یا هم
سوم که طلاق شده باشه یا به صورت تنهایی زندگی میکنه. در گزینه 14 اگر شما اینجا گرفته باشین که married، باز تعداد اطفالتان در گزینه 14 نوشته میکنین به صورت اتومات. به همین شکل فرمی را که ما فعلا پر کردیم، یک فرم دیگه افزود میشه به تعداد هر نفری که شما اینجا نوشته کنین. مثلا اگر نوشته کنین 4 نفر تعداد اطفالتانه، در مجموع 5 فرم دیگه هم تو به ترتیب شما مجبور هستین که پر کنین. یکی به خانمتان و یکی به 4 تا طفلتان، که یعنی که همراه فرم خودتان 6 تا فرم میشه، پشت تا پشت میتونین که را پر کنین. شرطش است که اطفالتان از 21 سال باید پایین باشه و شما میتونین که همینجا پرش کنین. اگر از 21 سال بالا باشه باز به صورت انفرادی میتونن که فرم علایده و جداگانه پر کنن. بعد از او چون ما در بالا unmarried گرفتیم دیگه طفل وجود نداره، اینجا میایم در قسمت کانتینیو. خب در اینجا میبینین که مشکل وجود داره، میگه که عکس را که شما استفاده کردین این عکس قبول نداره. عکس شما میگه که هم سایزش مشکل داره و هم پکسلش مشکل داره. این حال راه حلش چی است؟ راه حلش چی است که اگر چین عکس شما آماده دارین، میایم در براوزر این صفحه را به همین شکل باقی میمانین، یک صفحه جدید میگیرین، در اینجا نوشته میکنین ریسایز فوتو. در اینجا عکستان اپلود میکنین. خب عکس شما در اینجا اپلود شد. آلمین در قسمت ریسایز پکسلش گفته بود اونجا بر ما 600، ایش هم 600. خب اینو میبینین که 600 بر 600 شد. ما میگیم ریسایز. عکس ما آماده است، دانلودش میکنیم. پس میریم به همو صفحه اولی، اینجا میریم عکس تغییر میدیم. چون عکسی که ما گرفتیم اینجا در دانلود این حال میبینیم کانتینیو میگیم که قبول میکنه یا نه. خب دیدین که عکس ما در وبسایت رفتیم ریسایز کردیم، عکس قبول کرد. با همین مشخصاتی که سایت نیاز داشت ما او عکس آماده کردیم. بعدا فرم دوباره برای شما اینجا میاره، ریویو میکنین تمام مشخصات تانه. بعد از او در اینجا گزینه سابمیت فشار میدین. وقتی که گزینه سابمیت فشار دادین برای شما یک ورق تاییدی روی اسکرین میآید و اونمو ورق تاییدی رو در روی اسکرین شما پیش خودتان نگاه بکنین. چون اینمی ورق با همین نمبری که شما ای فرم ثبت نام میکنین، باز هر زمانی که نتایج باز شد با همین نمبر شما میتونین که نتیجه را دوباره ببینین. خدا کنه که این ویدیو بر شما مفید واقع شده باشه، مفید بوده باشه
که بتانین به راحتی بدون کدام هزینه و صورت رایگان و آنلاین خودتان با استفاده از موبایل دست داشتهتان به این قرعه کشی بپیوندین و فرمش همچنان پر بکنین. و اگر پرسش و گپ باقی مانده باشه شما میتونین که پای همین ویدیو کامنت بگذارین و من هم با حوصله‌مندی تمام سوالات شما را پاسخ خواهم داد.